شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله. اللهم صل على وبارك وسلم. در آیات گذشته این سوره مبارکه بعضی از دلائل عقلی بر اثبات توحید و همچنین ذکر الطاف، انعام و احسانات رب مهربان را می‌خواندیم. الله تعالی در لابلای اون دلائل و اون احسانات می‌فرماید والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله عز وجل ذاتی هست که شما را آفرید، بعد از آفرینش مدتی کم یا زیاد یتوفاکم، جانهای شما را میگیرد، بقبض ارواحکم. چطور جان میگیرد؟ روح شما را الله تعالی قبض میفرماید و جان شما را میستد، میگیرد. اما عمرها متفاوت هستند. اونهایی که جانشون گرفته میشه، بعضی ها در جوانی، بعضی ها در میانسالی، بعضی ها در پیری و کهنسالی، بعضی ها خیلی پیری که و منکم من یرد الى ارذل العمر. بعضی ها هستند از شما که برگردانده میشوند به ارذل عمر. ارذل عمر یعنی پسترین عمر، اون عمری که انسان عمر خوبی نیست، عمری هست که انسان بسیار ضعیف میشه، انسان برگردانده میشه. این که میگن یردو، برگردانده میشه. چطور برگردانده میشه؟ یعنی گویا به طفلی برگردانده میشه. وقتی که سن انسان به اون اندازه بشه مثل همون طفلی میشه. در طفلی انسان چطور بود؟ ناتوان بود، ناتوان، ضعیف، دندان ندارد، عقل هم ندارد. بچه عقل ندارد. این کسی که به این سن پا میگذارد هم توان جسمی را از دست میده، هم قوایی که داره از دست میده، بالخصوص قوت عقل را، حافظه را انسان از دست میده. لذا این عمر مثل دیوانه ای هست. چقدر دیوانه هست که لکی لا یعلم بعد علم شیء، لام عاقبت است، تا نمیداند بعد از دانستن چیزی. یعنی هر چی میدانسته حالا دیگه نمیداند. هر چی قبلا در حافظهش بوده الان پاک میشه. هر چی در کامپیوترش بوده، کامپیوتر ذهنش، همه اینها چی میشه؟ پاک میشه. نمیداند که یک لحظه پیش چه کار میکرده. بسیاری هستند که به این عمر وقتی که میرسند هر کاری را بار بار انجام میدهند. فکر میکنم ما انجام ندادیم. نماز میخونه، بعضی ها را دیدیم وقتی که همین ارذل عمر، همین سنی هست که انسان از بس پیر میشه آلزایمر میگیره، نماز میخواند، 10 دقیقه دیگه میگه نماز نخواندم، دوباره میخواند، 3 باره میخواند، باز میخواند. غذا میخورم میگه نه، به من امروز ندادی چیزی، دوباره میخواد. یعنی همه چیز را انسان فراموش کرده، بعد از علم دیگه هیچی نمیداند. لذا بسیاری هستن به این سنی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونطوری که در بعضی روایت ها آمده از این پناه خواستن که خدایا من را به ارذل عمر نرسان، به این سنی که انسان همه چیز را فراموش کنه. در بعضی از تفسیرها نوشته که کسانی که در زندگی خودشون، در جوانی خودشون با حدیث رسول الله اشتغال داشته باشند،
حدیث حفظ می کنند، حدیث بیان می کنند و به حدیث می پردازند، اونها الزایمر نمی گیرند، اونها به ارذل عمر نمی رسند. سنشون اگر بالا بشه هم این حالت دست نمیده. چرا؟ چون که آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای این قشر دعا کردند. نظر الله امرأة سمع مقالتی فوعاها و اداها کما سمعها، که دعا کردند خداوند همیشه شاداب بگرداند، تر و تازه بگرداند. خب کسی که سخن من را میشنود و حفظش میکند و به دیگران میرساند. پس وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعای شادابی کردند، همواره عرض کنم تر و تازگی کردند، پس انسان این گونه تا این حد عرض کنم فرسوده نمیشه که شادابی را از دست بده. على ای حال الله تعالی می فرماید والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. در اینجا خدای تعالی چند تا مثال برای نفی شرک و رد آلهه باطله بیان می فرماید. ببینید مملوکی که ما داریم، مملوک یعنی همین غلام و بردهی که برده مرقوقی که رق هست، برده هست، به پول میخریم. خب کسی، حالا امروزه نیست، اون زمان بود، کسی غلامی را به پول میگیرد، خودش مالک هست و اون غلام چیه؟ مملوک هست. حالا این رابطه مالک و مملوک، آقا و برده کمتر است از اون رابطه‌ای که بین ما و پروردگار هست. ما مملوک الله هستیم، الله مالک ما هست، اما ما هم مملوکیم، هم مخلوقیم، هم عبیدیم. خیلی فاصله اونجا هست. اونجا بین شما و بین مملوکی که به پول خریدی زیاد فاصله نیست. در همه چیز شما مشترکید، در اینکه انسان هستید، اولاد آدم هستید. خلاصه فقط یک عارضه پیش آمده که او شده برده، اسیر شده، حالا به پول او را گرفتید. زیاد از او برتری نداری، زیاد با او تفاوتی نداری، اما انسان نسبت به خدای عزوجل خیلی بالاخره قابل مقایسه نیست. ولی باز هم الله تعالی همین مثال بیان می فرماید، چون بهترین مثال این هست که شما یه مملوکی دارید، شما مالکش هستید، به پول خریدید. حالا آماده هستی که ببخشی این مثال ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بعدا می آید، این مثال بعدا می آید. این مثالی که فعلا ما می خوانیم مثالی هست که دو نفر، چون که در این رکوع حداقل 3 تا مثال می خوانیم برای توحید شرک، برای معبود بحق و معبود باطل. این مثال برای توحید شرک است که یکی هست سرداری هست و یکی دیگه هست نادار هست، هیچی ندارد. یکی خیلی دارد، یکی دیگه ندارد. آیا این کسی که مثلا میلیاردها دارد فوقش به اون فقیر چی میکند؟ به اون فقیر 100,000 تومان میده، 1,000,000 تومان میده. آماده نیست تمام سرمایه خودش را به او بدهد، بین خود و او تقسیم بکنه، میگه نصفش مال تو، نصفش مال من. حالا بین این پولدار و اون نادار زیاد تفاوتی نیست، تفاوت و فرق زیادی نیست، این کمی پول بیشتر داره از اون. حالا این وقتی که آماده نیست که هر چی داره با او تقسیم بکند، چگونه درباره خدای عزوجل این تصور را میکنید که قدرت خودش را با بندگانش تقسیم کرده، اختیاراتش را به اونها داده،
تصرفات را به اونها داده، اون مدیریتی که خدا داره به اونها سپرده. لذا این برای خودتون وقتی نمیپسندید، برای خدا چطور این را ادعا میکنید؟ والله فضل بعضكم على بعض فی الرزق. الله فضیلت داده بعضی را بر بعضی در رزق، در روزی. یکی بسیار دارد، یکی هیچ ندارد. فما الذین فضلوا، نیستند آنهایی که فضیلت داده شدند، یعنی خیلی الله به اونها داده، نیستند اینها برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، اینکه برگردانند رزقشان را بدهند، روزیشان را به بردهایشون، به غلامهایشان چنان بدهند که فهم فیه سوا، آنها در آن رزق برابر باشند. مثلا میگه من 100 میلیارد سرمایه دارم، بیا 50 مال تو، تا من و شما در یک سطح باشیم. چنین میکنه کسی از شما؟ نه. افبنعمت الله بنعمت الله یجحدون. آیا شما نعمت خدا را انکار میکنید؟ احسان خدا هر چی داده به شما خدا داده، اما با شما تقسیم کرده. والله جعل لكم من انفسكم. دلیل دیگر از دلایل الله عزوجل، همه چیز را به شما خدا داده، همه نعمت ها را شما به شما خدا داده، اما شما برای تشکر پیش غیر خدا میرید. چقدر نمک نشناس هستید. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. الله قرار داد برای شما از جنس شما همسران. از جنس من انفسكم یعنی من جنسكم، یعنی همسر شما، جفت شما، چه مرد چه زن، از موجود دیگه، از مخلوق دیگه نیست، از جنات نیست، از خود شما انسان هاست. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. و قرار داد برای شما از همسران شما اولاد برای شما، احفاد و نوها برای شما، و رزقكم من الطيبات. و الله عزوجل به شما رزق داد از انواع میوه‌ها، انواع ثمرات. این همه به شما داد، هم زن داد، هم فرزند داد، اولاد داد، نوه داد، رزق داد، باغ داد، انواع خوراکی داد، پول داد، همه چیز را خدا به شما داد. بعد از این همه دلایل، بعد اینها را به سوی غیر خدا نسبت میدید. پیر بخش، این بچه را کی بخشیده؟ پیر بخشیده، نبی بخش، امام بخش. این به نعمت الله یجحدون و به نعمت الله یکفرون همینه. افبالباطل یؤمنون، این سرزنشه. آیا به باطل اینها ایمان می آورند؟ یعنی نسبت میدن به غیر خدا. یسترون نعمت الله علیهم، نعمتی که خدا داده این را مخفی می کند. و یضیفونها الی غیره، و اون نعمت را نسبت میده به غیر خدا. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. و بنعمت الله آنها کفر می کنند. آیا این کار را می کنند؟ و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. حالا این یکفرونشون چیه؟ کفر چیه؟ ببین نعمت را خدا داده، همسر خدا داده، اولاد خدا داده، رزق و روزی خدا داده، عزت خدا داده، مکان و مرکب و سواری خدا داده، اما این کفر میکنه. چطور کفر میکنه؟ و یعبدون من دون الله، این بیان کفر است، کفرش اینه. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. عبادت میکنن به جز الله آن هستی هایی را، آن شخصیت هایی را که لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، آنها برای اینها مالک رزق و روزی نیستند
از آسمان و زمین، نمیتواند رزقش را از آسمان فراهم کند نه از زمین شیئا ذره ای مالک رزق نیست. ولا یستطیعون، الان هم مالک نیست. لا یستطیعون فی الاستقبال است، در آینده هم مالک نیست. حالا چطور انسان ها می آیند و چنین هایی را شریک خدا قرار می دهند، مساوی خدا قرار می دهند؟ بعضی ها چی کار می کنند؟ مثال برای خدا میگم، بالاخره هر چیز را یک واسطه می خواد. یه پادشاهی که به محضرش برسی واسطه می خواهد، رابطی می خواهد. اینا همون واسطه ها هستند، همون رابط ها هستند که ما فریاد می زنیم. فلا تضربوا لله الامثال، بیان نکنید برای خدا مثال. خدا را مقایسه نکنید با مخلوق. خدا خیلی فرق داره. خدا عالم هست، مخلوقات جاهل هستند. خدا قدیر است، قدرت داره، مخلوق عاجزند، ناتوانند. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند شما نمیدانید. الله برتر از شما نمیدانید، برتر نیستید. حالا اینجا مثال اون مثال که یک غلامی هست، عبد شماست، برده شماست. گرچه اونجا نسبت مثل نسبت شما و خدا نیست. خدا معبود هست، شما عبد هستید. اما خدای عزوجل شما را خلق هم کرده. شما مخلوقید، او خالقه. شما مرزوقید، او رازقه. بالاخره در هر چیز نیازمند خدا هستید. اما اونجا نه، اونجا اگر برده داری فقط پول دادی، اون را خریداری کردی. اما شما و برده تون برابر هستید؟ هرگز نه. شما میگی من سیدم، من آقام، اون برده منه، اون نوکری منه. حالا چطور بندگان خدا را با خدا برابر میدارید؟ خدا را هم مثلا نافع و ضار، مخلوقات را هم نافع و ضار. خدا را عالم الغیب، مخلوقات را هم عالم الغیب. خدا را معبود، مخلوق را هم معبود. الله می فرماید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا. بیان کرده خداوند مثال برده که مملوک است. لا یقدر علی شیء، بدون اذن مولا بر هیچ چیزی قدرت نداره. این را مثال داده. و من رزقناه منا رزقا حسنا، و اون انسانی که آزاد است، احرار است، ما به او رزق دادیم، رزق خوب، رزق حسن با فراوانی دارد. فهو ينفق منه سرا و جهرا، او از این رزق خرج میکند، هم اخفیانه هم علنی. یعنی هر طور که دلش میخواد خرج میکنه. اینا با هم یکی هستن؟ نه. این دستش بازه، اون یکی دستش بسته. هل یستوون، آیا با هم برابرن؟ پس آیا خدا که دارد و به همه بندگان میده، علنی میده، سری میده، به هر کیف میده، زیاد میده، کم میده، با اون مخلوق خودش که هیچی نداره خودش محتاج برابر است؟ نه. هل یستوون؟ از این مثال نتیجه میگیریم الحمدلله، یعنی تعریفات و ستایش ما فوق الاسباب زیبنده الله است، فقط برای الله است. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر اینایی که شرک میکنن، مخلوق را با خالق برابر میکنن، نمیدانن، تدبر ندارن. و مثال دیگری برای موحد و مشرک. در این مثال دو تا انسان هستند، دو تا برده هستند. یک برده کرولال هست، نمیشنوه، نه قادر به سخن گفتن هست. هر جا که آقا او را میفرسته هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون نمیشنوه، نه متوجه میشه چی داره میگه. او میره میاد دست خالی ها ها میکنه بس. اما یک کسی دیگه هست که او را هر جا میفرسته بالاخره وظیفه را به نحو احسن انجام میده. این دوتا برده با هم برابرن؟ نه. این دوتا مثال موحد و مشرک.
موحد همونی که یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. خدا هر چی بهش میگه، هر دستوری میده، اونها را به روی چشم انجام میده، درست انجام میده، عبادت میکنه. اما مشرک هیچ وظیفه از وظایف خودش را انجام نمیده. مثال مشرک مثل همون برده ای هست که کرولال هست. الله میفرماید و ضرب الله مثلا الرجلین احدهما ابکم، بیان فرموده الله مثال دو مرد را که احدهما ابکم، یکی از اونها ابکم هست یعنی لال هست. اما معمولا کسانی که لال هستند کرم هستند و لا یقدر علی شیء، هیچ کاری نمیتواند میکند، توانایی ندارد. و هو کل علی مولا، بجای اینکه باری را از مولا کم بکند، بر مولا و بر ارباب خودش باری هست. کل به معنی چی؟ بار سنگینی هست، یک نانخوری هست، فقط مصرف کننده، فایده ای نداره. اینما یوجهه لا یأتی بخیر، هر جا که او را میفرستد خیر نمی آورد، چون هم کره هم لال، متوجه نیست که چی بهش گفته میشه. هل یستوی هو، آیا این برده برابر است با اون برده که هر کاری را میگی به نحو احسن انجام میده؟ و من یأمر بالعدل، اون کسی که امر به عدل میکند، برابری میکند، عادل هست. و هو علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم، بر مسیر حق، بر مسیر اعتدال، بر مسیر درست. اینا با هم برابر نیستن. لذا دو بنده خدا، یکی مومن یکی مشرک، با هم برابر نیستن. بعد از این مثال ها الله عزوجل صفات خودش را بیان می‌فرماید که بیان این صفات هم دلائل توحید هستند. ولله غیب السماوات والارض، لله لام اختصاص است، تقدیم هم آمده، حصر است. لله یعنی لا لغیره، غیر خدا نیست. لا استقلالا ولا اشتراکا. حالا بعضیا درست کردن که خدا بله در غیب اختصاص به خدا دارد، اما غیب استقلالی، به صورت استقلالی کسی علم غیب نداره، اما به صورت اشتراکی که خدا به او داده، شریک خودش قرار داده در غیب، یا به صورت عطایی، وهبی، بخششی خدا به بعضی داده. اینجا که شما هر آیه که شما میخوانید غیب را نفی میکنی، میگه اینجا نفی علم غیب استقلالی هست. این را شما از کجا آوردید؟ این تفکیک و این تقسیم و اینا را شما از خود درست میکنید. به همین خاطر ما میگیم لا لغیره، لا استقلالا ولا اشتراکا، تا همه صورتهای غیب از غیر خدا نفی بشه. وما امر الساعة الا كلمح البصر، بیان قدرت خدا. چطور خدا نمیتونه قیامت را برپا بکنه؟ امر قیامت نیست مگر یک چشم به هم زدن، او هو اقرب، یا از اونم نزدیکتر. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک خداوند بر هر چیزی قادر و توانا هست. حالا ان الله على كل شيء قدیر، بر هر چیزی قادر هست، یکی از نمونه های قدرت. والله اخرجکم، این دلیل ششم هست، دلیل دیگری هست بر اثبات توحید و هم نمونه اون قدرت. ببینید چقدر قدیر است، چه قدرتی دارد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، الله عزوجل شما را از شکم مادر خارج کرد، از شکم مادر متولد کرد که لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانستید، علم نداشتید، بینش و دانش در وجود شما نبود، اما اسباب علم را پیدا کرد. اسباب علم که بعد از اون زمان هیچی نمیدانست، اما بعد از اون چه دانشمندی، چه علامه‌ای، چه استادی، چه فیلسوفی شدید. این انسان را از اون حالت جهل مطلق، لا علمی محض، به این جایگاه بلند علمی کی رساند؟ الله.
وجعل لكم السمع والابصار والافئده. الله قرار داد برای شما سمع را، بصر را، یعنی ابزار علم همین هستند، شنیدن و دیدن، والافئده دل را که درک کردن، فهمیدن، اینا تمام وسیله چی هستند؟ حصول علم. لعلکم تشکرون، تا این نعمت ها را استفاده بکنید، به مدارج و کمالات علمی برسید، سپاسگزار پروردگار باشید. اما بعضی از شما به جای شکر شرک می کنند، به جای سپاس ناسپاسی و کفران نعمت می کنند. این نمونه ای از اون قدرت بود که خواندیم ان الله علی کل شیء قدیر. نمونه دیگر، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. دیدی پرنده را که در جو آسمان، مسخرات یعنی فرمان بردار و رام، به هر صورتی که بخواهد الله تعالی به همین صورت تابع خداست. گاهی بالهایش را در سوره ملک میخوانه صاف میکنه، گاهی بال میزند. کی او را اونجا نگاه داشته؟ ما یمسکهن الا الله، آنها را نگاه نداشته الله. همه این عجایبات که شما میبینید، اینها آیت هستند، دلیل هستند برای اثبات او. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اما بهره‌مندها از این آیات کسانی هستند که ایمان دارند، باوری دارند. کسانی که باورش را ندارند، والله جعل لكم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من جلود الانعام. دیگه از آثار قدرت پروردگار و از نعمتهای خدا، اینها سوره های مکی هستند. در این سوره ها برای تفهیم مخاطبان انواع نعمت ها ذکر میشه، انواع دلائل. بسیاری از این نعمت ها درون انسان هستند، آثار قدرت الله هستند، نعمتا درون انسان که انفسی. بسیاری آفاقی هستند، برون هستند، پیرامون ما هستند، اطراف ما هستند، که براحت با ادنا تأملی، با ادنا فکر کردنی به اینها میرسیم. ولی الله عزوجل هی از این دلیل به اون دلیل منتقل میشه، از این نعمت به اون نعمت. اینا همه برای اینه که بفهمه انسان بیچاره. الله می فرماید والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. الله قرار داد برای شما از خانه های شما سکن، یعنی جای آرامش، جای سکون. و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا. و قرار داد برای شما از پوست چارپایان هم خانه های. بسیاری هستند که از پشم، از مو برای خودشون خانه می بافند، درست میکنه. همین چادرها، خیمه ها، چادر سیاه که انسان ها اینها را از مو و پشم انسان ها میگیرند، از پوست انسان ها میگیرند چرم ها را. بالاخره خانه هایی که تستخفونها، بالخصوص خانه که انسان بخواهد سبک باشد، قابل حمل باشد، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، روز سفر شما، کوچ شما، جابجایی شما و روز اقامه شما، یه جای مقیم شدن، راحت برای شما سبکه، خفیفه، راحت بر میداری خانه تون را، روی سواری میگذارید، روی شتر میذارید، روی الاغ میذارید، هر جا میری خانه همراه هستند. هر جا میخوایی که اونجا را انتخاب بکنی، اینجا خوب سرسبزه، بهار، شادابه، خانه را همونجا نصب میکنی. چقدر الله تعالی این نعمت داده، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. و بعد از پوستش دیگه چه فوایدی برای شماست؟ و من اصوافها و اوبارها و اشعارها، از پشم اون گوسفندان و اوبارها و بر اون شترها که همون پشم مخصوص شتر است، و اشعارها از اون موی گوسفندان سیاه، به اصطلاح بز،
اثاثا و متاعا الی حین، اساسیه و کالای استفاده تا مدتی. چه نوع، چه انواع متفاوتی مختلفی. علاوه از این که خیمه درست میکنیم، چادر میبافیم، درست میکنیم برای خودمون، پوستین برای خودمون، پالتو، دستکش، نمیدونم جوراب، کفش و مشکیزه، هر چیزی که مصرف ما هست در قدیم خیلی کارایی و مصرف داشت. حالا هم مصرفش زیاد هست، مصرف این پوست، پشم. بهترین حالا لباس ها لباس هایی هستن که پشم غلابی نباشه، پشم اصلی باشه. اونا خیلی از همه گرانتر هستن، او گرمیش را هیچی نداره. لذا بهترین کفش اون کفشیه که چرم اصلی باشه، غلابی نباشه، واقعا از پوست باشه. الله تعالی چه هنرهایی به انسان ها نشان داده. اما اینجا الله تعالی فرموده من جلود الانعام، پوست حیوانات. همه حیوانات پوست هایشون قابل استفاده است، مگر انسان و خنزیر که استثناء، انسان به خاطر شرافت و کرامتش و خنزیر به خاطر نجس العینی، یکی برای خست و دناعت و بی ارزشیش، یکی به خاطر با ارزش بودنش. بقیه درندگان حتی پوست هایشون قابل استفاده هست، به شرطی که پاک بشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که پاکی اونها دباغت اونهاست، دباغت بشه خوب. اونها عرض کنم که نجاستشون به وسیله رنگ زدن و به وسیله تشمیس و تطریب و هر چی که لازم هست، صورتهای پاکی هستند، خوب انجام بگیرد. لذا اونها هم قابل استفاده هستند. و علاوه از اینها خدای تعالی دیگه چه نعمتهایی به شما داده؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الله قرار داد برای شما از آنچه که خود خدا خلق کرده سایه هایی را. سایه ما گاهی سایه من را از درخت میگیریم. الان سایه انواع مختلف هستند، گاهی درخت سایه، گاهی سقف خانه، گاهی کوه و زیر اون به اصطلاح کال کوه. انواع سایه ها برای شما الله قرار داده. وجعل لكم من الجبال اکنانا، و قرار داد برای شما از کوه ها هم چی قرار داد؟ عرض به خدمت شما که جای پناهگاه، جای امنه. اونجا بهترین مخفیگاه هست. خیلی هستن که میخوان مخفی بشن از دست دشمن، از دست حاکم، اونجا میرن، جای امنی هست. وجعل لكم سرابیل تقیکم الحر، الله برای شما قمیصی، جامعی قرار داد، پیراهنی که شما را از گرمی حفاظت بکنه، سوزش آفتاب بدن شما را نسوزاند، او حفاظت گرمی شما هست. و سرابیل تقیکم باسکم، و همچنین جامعه دیگه که از جنگ شما را حفاظت. اون جامعه آهنین است، لباس زرهی هست، لباس جنگی هست. یعنی برای استفاده شما انواع استفاده، انواع نعمت هاست. کذالک یتم نعمته علیکم، این گونه خداوند نعمت ها را بر شما تکمیل میکنه. همه برای این است که شما در مقابل وحدانیت او تسلیم بشید. لعلکم تسلیمون، در مقابل او تسلیم بشید. جلاله میگه توحیدون، فقط او را یگانه بدانید، در ذاتش، صفاتش، عبادتش کسی را شریک ندانید. حالا همه این نعمت ها از سوی پروردگار، چه اون نعمت هایی که خوردنی اند، چه اون هایی که نوشیدنی اند، چه اون هایی که پوشیدنی اند، چه اون هایی که سواری اند، چه اون هایی که مسکن اند، چه اون هایی که باعث سایه اند. هر نوع رفاهی الله تعالی برای رفاه شما در تمام زمینه ها انواع نعمت ها داده. لذا ای پیامبر من، این نعمت ها را، این الطاف الهی را برای شما بیان کن که اینها فقط از سوی خدا، و انتظار دارد الله عزوجل که شما
خودتون را، عبادتتون را اختصاص بدید فقط به خدا. اگر بعد از این همه مسائل و تفهیم مسائل باز هم پشت دادند، اعراض کردند، باز هم گفتن نه ما را اینها بخشیدند، اینها به ما بخشیدند، اینها واسطه خیر بودند، اینها رابط ما هستند، اون چیزی که مردم امروز میگویند، اون وقت ای پیامبر مسئله را شفاف و آشکارا برسان، بعد از اون بگذار برای خدا. فان تولوا، اگر از تمام این دلائل توحید باز هم اعراض کردند، فانما علیک البلاغ المبین، جزی نیست که بر تو هست رساندن مطلب و مسئله به صورت آشکارا، به صورت شفاف. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، اینها نعمت خدا را میدانند، با زبانم اقرار میکنند. یعرفون و یقرون بانها من عند الله جلاله میگه، اما ثم ینکرونها در عمل و در فعل انکار میکنند. همون طوری که خیلی ها هستند امروز وقتی که به زبان میگویند فکر میکنی که از این موحدتر نیست، میگه بغیر از خدا هیچ که نمیده، خالق ما خدا است، رازق ما خدا است، اما بعداً چیزی عنوان میکنه، چیزی میگه، یک کاری میکنه که باز شما متوجه میشید این نه، هنوز شرک داره میکنه. میگه این واسطه من است، این وسیله من است. ثم ینکرونها، تفسیر ابن نصفی نوشته مدارک به افعالهم، با زبان خوب میگه اما با فعل شرک میکنه. و اکثرهم الکافرون، اکثر اینها ناسپاسند. کافر اینجا به معنای منکر خدا نیست، منکر توحید هست، شرک کردن هست. اما الله عزوجل بعد از دلائل تخویف اخروی، همه اینها در یک زمینه هست، تخویف، تبشیر، دلیل عقلی، دلیل نقلی، تا انسان به مسئله بیاد. چون خیلی افراد هستن مسئله را با دلیل، با عقل، با منطق میفهمه، بسیاری هستن که نمیفهمه، اما وقتی که به نقل میکنی از گذشتگان، اون گذشته که به او اعتقاد داره، باور داره، مثل ابراهیم، مثل موسی، میفهمه، متوجه میشه، این او را قانع میکنه. بعضی هستن دلایل او را قانع نمیکنن، تهدید او را میترسونه، عذاب دنیا یا عذاب آخرت، بالاخره هر یکی با یه چیزی تفهیم میشه. لذا الله تعالی همه را ذکر میفرماید، همه اینها حول همون یک محور است. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، روزی که ما مبعوث میکنیم، بلند میکنیم از هر امتی گواهی. گواهان امتها چی هستند؟ انبیا هستند. انبیا هستند، گواهی میدن خدایا، بار الها، اینها حرف ما را گوش نکردند، اینها از ما استماع نکردند، از ما فرمان نبردند. و در آیات دیگه هست که شما را هم میاریم که شما لتکونوا شهداء علی الناس، شما به نفع اون انبیا گواهی میده. شما میگید خدایا ما در کتاب خودمون در آخرین دین خواندیم که همه انبیا در موضوع توحید وظایف خودشون را به نحو احسن انجام دادند، و پیامبر را به عنوان گواه میاریم، به عنوان اینکه بالاخره یا مزکی امتش هست یا بر علیه اون امتها گواهی میده. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اونهایی که کفر کردن به اونها اجازه داده نمیشه. اجازه چی؟ عذرخواهی. ولا هم یستعتبون، و عذر اونها، معذرت خواهی اونها پذیرفته نمیشه. و اذا رأى الذين ظلموا العذاب، این تخویف است. و اذا رأى الذين ظلموا العذاب، زمانی که ببینند کسانی که ظلم کردند عذاب الهی را میبینند، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، از اونها تخفیف داده نمیشه، کاسته نمیشه، مهلت هم داده نمیشوند. و اذا رأى الذين اشركوا شركاءهم،
هرگاه میبینند آنهایی که شرک کردند شرکای خودشان را، معبودان باطل خودشان را میبینند، قالوا ربنا، به صورت اقرار جرم اقرار میکنند، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، بار اله اینها هستند شرکای ما، اینها هستند اون معبودانی که ما اینها را فریاد میزدیم به غیر از تو در حاجات و مصائب. فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، اون شرکا سخن را بر اینها القا میکنند، یعنی انکار میکنند، میگن شما دروغ میگید، شما کی ما را صدا زدید؟ ما که نشنیدیم، ما خبر نداریم شما ما را صدا بزنید. و القوا الی الله یومئذ السلام، اما همه کم میارند، همه اونجا ملامتیشون را متوجه میشن. حالا پیغام چی میدن؟ پیغام صلح و آشتی. و القوا الی الله، این فاعل القوا کی هست؟ العابدین و المعبودین، عابد و معبود، رئیس و مرؤوس، همه یومئذ السلام. چه پیامی میدن؟ پیام صلح. پیام صلح در چی هست؟ الان در دنیا صلح ما با خدا در اینه که انقیاد بکنیم، اطاعت بکنیم، تسلیم بشیم، هر چی که خدا میگه بهش عمل کنیم. این صلح هست با خدا. جنگ با خدا چیه؟ نافرمانی خدا، احکام او را شکستن. مثلا یک صورت جنگ را شما خواندید که فاذنوا بحرب من الله و رسول، ربا هست. هر چی خدا دستور میده اون را انسان عکس اون عمل بکنه، این جنگه. هر چی که خدا دستور میده کاملا به او عمل بکنه، این چیه؟ صلح. اونجا پیشنهاد اطاعت میدند. السلام یعنی اطاعت، انقیاد. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، اونایی که در دنیا میگفتند برای ما سفارش میکنن، برای ما شفاعت میکنن، ما را نجات میدن، همه اونها ناپدید میشند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الله تعالی درباره این افراد میفرماید کسانی که کفر کردند این ضلال است، و صدوا عن سبیل الله اضلال است، و دیگران را هم به کفر وادار کردن، باز داشتن از راه خدا. اینها پس دو مرض دارند، لذا عذابشون دو برابر باید بشه، یکی ضلال یکی اضلال. زدناهم عذابا فوق العذاب، ما می افزاییم در عذاب اونها بر عذاب دیگه، یعنی دوبله. چرا؟ بما کانوا یفسدون. این دوبلش به خاطر افساد است، بنویسید یعنی ازلال. بما کانوا یفسدون یعنی ازلال، اینا گمراه میکرده مردم را. و دوباره اونجا ما قبلا خواندیم و یوم نبعث من کل امت شهیدا، از هر امتی ما گواهی میاریم. اون اعاده لبعد العهد است، چون یک مطلبی که مهم هست و اینجا بیان میشه، لذا اون دوباره اون جمله چی میشه؟ تکرار میشه. اون روزی که از هر امتی ما یک گواه میآوریم، ای محمد صلی الله علیه وسلم شما را هم بر امتت به عنوان گواه میاریم. و یوم نبعث من فی کل امت شهیدا، روزی که ما قائم میکنیم، بلند میکنیم در هر امتی از امم ماضیه، در هر گروهی از گروه های گذشته گواهی میآوریم. علیهم من انفسهم، بر آنها از وجود خودشان یعنی انبیاء خودشون را میآوریم. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو را به عنوان گواه بر این امت، بر این یاران تو میآوریم ای پیامبر. و نزلنا علیک الکتاب، حالا ما برای اینکه کسی عذری داشته نباشه کتاب را نازل کردیم. این دلیل وحی است که کتاب تبیانا لکل شیء، بیان کننده هر چیزی است. هر چیز مراد کلی استغراقی نیست، کلی به معنی حقیقی نیست. هر چی که در دنیا است در قرآن نیست، اون چیزی که نیاز ماست. مثلا تبیانا للحلال والحرام، قرطبی نوشته
كل شيء معالم التنزيل نوشته كل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، كل شيء من امور الدین، همه چیز نیست. لذا کسی نگه که چرا درباره مسائل عصری تو قرآن نیست، چرا درباره مثلا تکنولوژی امروز در قرآن نیست، چرا درباره بعضی مباحثی که امروز برای انسان ها مهم هستند در قرآن نیست. بالاخره قرآن خودش یک خط مشی دارد، یک خط سیری دارد، اون خط خودش را میبره. قرآن کتاب چیه؟ کتاب اصلاح هست، کتاب زندگی هست، کتاب شریعت هست. درباره شرع هر چیزی که هست لازم است خدا در قرآن آورده. و هدى و رحمه و بشرى للمسلمین. و این قرآن هم هدایت است علما و رحمت است عملا، و مجده است برای مسلمین، باعث نجات مسلمانان است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. الله عز وجل بعد از این میفرماید که خداوند امر میکند به عدل و احسان و دادن ذی القربى. این آیه یکی از آیات جامعی هست که تمام امور دین در این آیه ذکر شده. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه جمعه این آیه را میخواندند. این آیه جامعی هست، کلی هست. قال ابن مسعود هذه اجمع آیت فی القرآن. ابن مسعود می گفت که در قرآن جامع ترین آیه همینه. لخیر یمتثل و لشر یجتنب. هر خیر و امری که باید امتثال امر بشه، بهش پرداخته بشه، بهش عمل بشه، هم در همین آیه هست. هر شری که باید ازش اجتناب کرد، ازش دوری کرد، هم در این آیه هست. پس ان الله یأمر بالعدل. حالا معنای عدل چیه؟ ببین، عدل به معنای برابری، حق هر کسی را به او برابر دادن، نه کم بکن از حقش نه اضافه بکن. در حق هیچ، نه در حق خدا نه در حق بندگان خدا. عدل در حق خدا این هست که صفات خدا را کامل برای خدا باور داشتن و حق خدا را از عبادت، از تعظیم کامل به او دادن. حالا این حق را که مال خداست اگر به غیر خدا بدیم این میشه ظلم، یعنی همون شرک. مثلا از حق خدا سجده او هست، رکوع در محضر او هست، عبادت های جانی، عبادت زبانی، ورد و نام او هست، ورد نام او، قربانی کردن و خیرات دادن و صدقه دادن برای رضای او، این عبادت جانی مالی. همه اینها را برای خدا انجام دادن این عدل است. اینها را اگر برای غیر خدا انجام بدیم میشه ظلم. اگر برای غیر خدا انجام بدیم میشه ظلم. لذا الله عزوجل به عدل امر میکنه. در حق انسان ها هم هر چیزی که حقشون هست به اونها پرداختن، این میشه عدل. و اگر از حقشون انسان کم بکنه، کوتاهی بکنه در حقشون، میشه ظلم. مثلا به اندازه 1 میلیون حق میخواهد، شما نصفش را بدید، بقیه را ندید، این میشه ظلم. اما از اون چیزی که حق هست بیشتر انسان انجام بده، این میشه احسان. این چی میشه؟ احسان. بعد از این هست والاحسان. مثلا شما وقتی که فرائض را انجام میدید عدله، نوافل انجام میدید احسانه. شما وقتی که حق کسی را، مثلا مهر زن را کامل بهش میدید عدله، بیشتر از اون بهش میده احسانه.
احترام هر کسی که به اندازهش هست عدل، بیشتر از اون احسانه. در هر چیزی شما احسان را در حدیث خواندید یعنی چی؟ حالا وقتی که شما نماز میخوانید، تمام شرایط ظاهری نماز را شما چی میکنید؟ به جا میآورید، مثل طهارت و استقبال قبله و پاکی مکان و پاکی جا و این عدل، این حق خداست. اما وقتی که کاملا علاوه از ظاهر باطن را هم چی میکنی؟ بکار میبری، یعنی همون استحضار، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این میشه احسان. اگر این نباشه هم نماز قبول میشه، ولی این دیگه خیلی مقبوله، خیلی ارزش پیدا میکنه. پس هر چیزی که به اندازه انجام بدی عدله، اون چی که حقش هست، چه از حقوق بندگان خدا باشه چه از حقوق خدا باشه. زکات شما چند هست؟ 10 میلیون باید زکات بدی. این 10 میلیون نمیدی عدله، بیشتر میکنی احسانه. پس کم بکنی ظلمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اما در این عدل و احسان خداوند عزوجل عدل و احسان نسبت به همه، نسبت به خدا، نسبت به بندگان خدا، از بندگان مقدم کرد خویشاوندان را و ایتاء ذی القربى. در همین ذی القربى که حقشون را به اونها دادن، ایتاء ذی القربى پایینش میشه بالخصوص عدالت درباره ذوی القربى، اون چی که حق اونهاست، اما از احوال پرسیشان، عیادتشان وقتی مریض شدن، شرکت در جنازه وقتی فوت کردند، رسیدگی وقتی که ندارند، اینا همه عدله. اون حقوق واجبه را ادا کردن. اضافه بر سازمان در حق اونها چیه؟ احسان است. پس الله عزوجل میفهمه و ایتاء ذی القربى بالخصوص عدل و احسان درباره دادن به ذوی القربى. عدل و احسان با مثال هایی که عرض کردم در حقوق الله و حقوق العباد. اما به ویژه خویشاوندان، در خویشاوندان، در رأس خویشاوندان کی هست؟ والدین. و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. الله عزوجل باز می‌دارد از فحشا و منکر و بغی. فحشا عرض کنم بسیاری میگن که مفاسد اخلاقی، هر کاری که منجر میشه به فساد اخلاق اون فحشاست. بعضی گفتن فحشا مطلق گناه، خیلی جاها مطلق گناه می آید، درسته. من یأت منکن بفاحشة مبینه، یعنی گناه علنی. اونجا در رابطه با همسران پیامبران دیگه این نوع فحشا متصور اصلا نیست. اونجا به معنی گناه هست، نافرمانی پیغمبر، رنجاندن پیغمبر، مطالبه بیشتری از پیغمبر داشتن. والمنکر، این منکر هر چیزی که خلاف شرع باشه به او گفته میشه. فحشا هر چیزی که خلاف عفت و اخلاقیات باشه. باز هر فحشا منکرم هست، اما هر منکر فحشا نیست. والبغی این ضد عدله، منکر ضد احسانه، والبغی ضد عدل هست. بغی یعنی ظلم، وقتی ظلم بکنی دیگه عدل نکردی، چه در حق الله چه در حق العبد. یعظکم لعلکم تذکرون، شما را الله تعالی موعظه میکنه تا اینکه شما پند بگیرید. و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، شما عهد خدا وفا کنی وقتی که عهد بستی. کدوم عهد مراد است؟ بعضی میگن ایمان آوردن به پیغمبر خودش عهد است.
انما الذين یبایعونک انما یبایعون الله. ما هم وقتی که به رسول خدا ایمان آوردیم یعنی تعهدی را قبول کردیم که در همه شؤون زندگی از ایشون اطاعت و فرمانبری میکنیم. پس این عهدی. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، و نقض نکنید پیمانها را بعد از اینکه شما بالاخره اونها را محکم کردید. انسان پیمان را محکم میکنه با نام خدا. معمولا بین دو کس، دو قوم، دو فرد، دو مجموعه پیمانی میشه، اسم خدا رو میارن تا محکمش میکنن. یا وقتی که انسان با خدا مستقیم پیمان میبنده هم با نام او توکیدش میکنه. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، خدا و شما قرار دادید بر آن ضامن. وقتی نام خدا را در وسط آوردید ضامن قرار دادید، لذا نکنید. والله یعلم ما تفعلون، خدا میداند آنچه که شما میکنید. حالا عهد که بستید دیگه این عهد را نشکنید، این پیمان را شما نقض نکنید. اگر نقض عهد کردید، پیمان را شکستید، مثال شما مثل اون زن دیوانه میشه. یک زن دیوانه در مکه معروف بود که این قرقره هست، قرقره دستی که از پشم برایش نخی درست میکنند. لذا از اون پشم چیکار میکرد؟ نخ را درست میکرد و در قرقره میپیچوند. مقداری نخ که درست میشد دوباره باز میکرد، همه اون نخ را دوباره از هم میکند، همون پشم گذاشته میشد. پس کسانی که نقض عهد میکنند مثال اینها مثل همون دیوانه هست که یه چیزی را بافته، درست کرده، بسته، این همون عهدش هست. دوباره عهد را میشکنه، یعنی دوباره اون را چی میکنه؟ تکه تکه میکنه، دوباره به حالت اول در میاره. این میشه نقض عهد. لذا میفرماید ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، نباشید مثل اون زنی که، اون پیرزنی که حواسش را از دست داده. نقضت غزلها، اون غزلش را، اون نخ غرغرش را نقض میکنه، تکه تکه میکنه. من بعد قوت انکاثا، بعد از اینکه او را بافته، قویش کرده. انکاس یعنی ریزه ریزه کردن. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربع من امه. به چه صورت؟ یکی از صورتهای نقض عهد این است که با یک گروهی مثلا عهد می بستند، با یک گروهی عهد می بستند، پیمان می بستند که با هم دیگه صلح داریم، با هم دیگه پیمان داریم، اما بعدا یک گروه بالاتر، قویتر را می دیدند، اینجا عهد را می شکستند، با او عهد می بستند. این مثل کلتی نقضت غزلها میشه. ان تکون امة، این که باشد ها، ولا تتخذون ایمانکم، قرار میدهید اون عهد خودتون را دخلا بینکم. دخل یعنی وسیله فساد، این مفعول له هست، برای فساد بین خودتون. یعنی چطور فساد میشه؟ ان تکون امة، این که باشد یک گروهی، هی اربع من امه، این گروه از اون گروه دیگر چی؟ اربع یعنی بیشتر. ربوا قبلا خوانده، هر برآمدگی بلندی را میگن، یعنی این بیشتر باشد. اربع یعنی ازید و عددا و اوفر مالا. قبلا با یک گروه پیمان بستی، حالا این گروه دوم مالش بیشتره، عددش بیشتره، لذا حالا به خاطر این که این بیشتر داره با این پیمان ببند. این کار را نکنید. انما یبلوکم الله به، همانا الله عزوجل به وسیله این عهد شما را امتحان میکنه چه اندازه شما بر عهد و پیمانها پایبند هستید. ولا یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون، حتما بیان میکنه، توضیح میده برای شما در روز قیامت آنچه که اختلاف کرد. حالا برای این داستانها یا شأن نزولهای هم بیان کردم، ولی همینطور به معنی عمومش بذاریم بهتره. یه مثال خدمت شما عرض کنم، گرچه این سوره مکی هست
ولی اون مصداقش هست. اون مصداق بعداً به وجود آمد. بنو قریظه با رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد بسته بود که با هم دیگه نجنگند، با هم دیگه پیمان داشته باشند، وقتی که مشکلی آمد برای هم دیگه حل مشکل بکنند، همدردی بکنند. خب این پیمان بود. حالا جنگ احزاب شد، احزاب آمدن محاصره کردند، این عهد را شکست، این عهد را شکست و رفت با اونها چیکار کرد؟ عهد بس که چرا؟ ان تکون امه هی اربع من امه. اونا بیشتر بودن، اونا برتر بودن، اونا بالاتر بودن از نظر عدد، از نظر اسلحه، از نظر قدرت ظاهری. پس این شد یکی از صورتهای فساد. تکون تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. پس الله تعالی می فرماید این کار را نکنید. در اون چه که اختلاف داری خدای تعالی برای شما در قیامت مشخص می کند. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. حالا اینکه انسان ها متفاوت و گوناگون هستند، اینم یک امتحان الهی است. اگر خدا میخواست همه شما را امت واحده بالاجبار قرار میداد، اما ولکن لیبلوکم، خدا ایمان را اختیاری گذاشته تا بیازماید. بله، ولکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء. اما خدای عزوجل اختیار گذاشته همه چیز را جلوی شما گذاشته، به وسیله آن گمراه میکند هر کسی را که بخواهد و هدایت میده هر کسی را که بخواهد. اما چه کسی هدایت میشه؟ و ما یتذکر الا من یونیب. بس اون آیات این را روشن‌تر میکنه. ولا تسألن عما کنتم تعملون. حتما در روز قیامت بازخواست میشید از اون چیزی که در دنیا عمل میکردید. خب بحث عهد است. دوباره خدای تعالی تأکید میفرماید و صورتهای دیگری را اشاره میفرماید. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. شما قرار ندهید سوگندهای خودتان را یا عهد خودتان را وسیله فساد بین خود شما. عهد را که بشکنی فساد میشه. فتزل قدم بعد ثبوتها. پس میلغزد قدمی بعد از ثبوتش. قبلا صمود به خاطر عهد بود، حالا میلغزد چون عهد را شکست. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله. و سوء را، عذاب را میچشید، مصیبت را، به سبب اینکه باز داشتی از راه خدا. همین که عهد را شکستی، با دشمنان اسلام هم پیمان شدی، این صد عن سبیل الله است. ولکم عذاب عظیم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. یک عهدی هست که ما با خدا بستیم و اهل کتاب هم با خدا بستند. ببین، اهل کتاب در کتاب خودشون عهد بستند که به کتاب عمل میکنند، به کتاب عمل میکنند. هر پیامبری آمد به او ایمان می آورند. اون عهد را چند بار آیش را خواندیم. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا و قال الله انی معكم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی. این همه عهد هستند. لذا این عهد را چرا شکستند؟ به این عهد عمل نکردند به خاطر پول کم. چطور پول کم؟ گفتیم قبلا خدمت شما که باج می گرفتند از مردم، آیات را کتمان می کردند تا اینکه بالاخره درآمدشون ثابت بماند. اگر واقعیت را می گفتند اون مرجعیت از بین می رفت، اون درآمد از بین می رفت، این پول هنگفت از دست می رفت. لذا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. در مقابل این عهد خدا پول اندک نگیرید. چرا؟ الله عزوجل حالا به عنوان تزهید، بی ارزش بودن این دنیا و این ثروتی که شما میگیرید در مقابل عهد الهی، بی ارزش بودنش را ذکر میفرماید. انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. جزی نیست آنچه که نزد الله است اون بهتر هست از این عرض دنیا، از این کالای دنیا، اگر شما بدانید. چرا؟
فرقش اینه. این دو روزه هست، اون دائمی هست. ما عندکم ینفد، آنچه که نزد شماست فنا را میپذیرد، با موت شما یا خودش از دست میره. و ما عند الله باق، اما آنچه که نزد الله است آن باقی میماند، آن همیشگی است. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما كانوا یعملون. تنها صبر که انسان را در راه درست قرار میده. اونا صبر نداشتن، بر بیپولی صبر نداشتن. لذا ولنجزین الذین، البته حتما ما پاداش میدیم کسانی را که صبر کردند، پاداش میدیم اجرشان را به احسن ما کانوا یعملون، در مقابل بهترین اعمال خوب، یعنی اجر و پاداش بهترین اعمالشون را بهشون میدیم. لذا بعد از این خدای عزوجل ترغیب میده به سوی عمل صالح. این هم تعمیم بعد از تخصیص است. اونجا به صورت خاص فرمود که شما عهد را نشکنید و در مقابل عهد پول اندک نگیرید، این خودش یک بیعملی است. اما حالا همه اعمال را ترغیب میده. من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی عمل صالح انجام میده، از هر قبیل باشه، چه در باب حقوق الله باشه، چه در باب حق العبد باشه، چه مرد باشه چه زن باشه، مساوات در قانون هست. اما فقط شرطش اینه و هو مؤمن، ایمان داشته باشه. ایمان که داشته باشه خداوند دو پاداش میده، یکی در دنیا یکی در آخرت. در دنیا فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او زندگی زیبایی میدیم. این حالت دنیوی هست. مراد از زندگی دنیا یعنی الله عزوجل اینجا همه خوشی ها را بهش میده، سکون و آرامش را بهش میده. بعضی همین حیاتا طیبه را گفتن اینم آخرت است. المراد بالحیات الطیبه الحیات التي تكون في الجنه. حیات طیبه کجاست؟ بهشت. از هناك حیات بلا موت، طیبه بودنش از این جهت است. از هناك حیات بلا موت، زندگی هست مرگ نیست. غنى بلا فقر، توانگری هست فقر و ناداری نیست. صحه بلا سقم، سلامتی و تندرستی هست ولی مریضی و کسالت نیست. و ملک بلا هلک، ملک و پادشاهی و همه چیز هست از دست نمیره. و سعادت بلا شقاوه، سعادت و عزت هست، شقاوت و بدبختی نیست. به این خاطر اون را گفته حیات طیبه. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. این اخروی است. ما اجر اونها را به احسن ما كانوا یعملون عنایت میکنیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الله عزوجل حالا از آداب قرآن، چون که همه این زیبایی ها این مطالب در قرآن هست، لذا درباره جایگاه این قرآن خواندن این قرآن برای شیطان بسیار سنگین است. به همین خاطر رخنه می کند در خواندنش، سعی می کنه اونقدر که در قرآن حواس انسانها را پرت می کنه. دقت بکنید در خواندن قرآن، در نماز هم حواس را پرت می کنه، اونجا هم شما قرآن می خوانید. معلوم میشه خیلی خواندن قرآن برای شیطان و شیاطین سنگین هست. به همین دلیل هست که جاهایی که شیاطین آمدن و اذیت میکنند، بعضی خانه ها گاهی شیاطین میاند اذیت میکنه اهل بیت را، اهل خانه را، اونجا وقتی شما قرآن زیاد بخوانید او مجبور میشه بره کوچ بکنه، مجبور میشه که ترک بکنه. بعضی وقتا در وجود انسان ها همین شیاطین میآیند، به جای اینکه به این ورد و به اون ورد متوسل بشید قرآن بخوانید. تمام آیات قرآن اختصاص نداره. بیشتر بنده معتقدم و از استاد هم نقل میکنم، بیشتر این آیات توحیدی را که میخوانی که در اون آیات نفی شرک است، این شیاطین میسوزند، نمیتونن تحمل کنند.
سوره ملک را مثلا بخوان از اول تا آخر 11 تا دلیل بر عظمت خداست و همه شرکا را نفی میکنه. اینه که میخوانی او آتش میگیره. لذا خواندن قرآن برای شیاطین بسیار سنگین است، هم شیاطین انسی هم شیاطین جنی. شیاطین انسی شما خواندید در حامیم سجده وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. برای انسی ها هم سخت بود، برای شیاطین جنی که خیلی سخت است. لذا وقتی که قرآن میخوانی میآیند و شما را وسوسه میکنه، حواس شما را پرت میکنه، ذهن شما را این سمت و اون سمت میبره. انسان وقتی که قرآن میخوانه بیشتر فکرها میاده، نقشه میکشه، برنامه‌ریزی یا غلبه میکنه، خواب بر او غلبه میکنه، بیحالی، بی‌حوصلگی. پس به این خاطر قبل از اینکه شیطان شما بخوانید شیطان نتواند اثرش را بندازد، به خدا پناه ببرید. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله در حدیث شریف آمده کیفیتش که بخوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اصلش اینه. اما در بعضی روایت ها غیر این هم آمده اعوذ بالله السمیع العلیم بله من الشیطان الرجیم. پس به خدا پناه ببر. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان مطرود و رانده شده. پس خواندن قرآن برای شیاطین بسیار سخت است. و بعد الله تعالی می فرماید چون که شما اهل ایمان همیشه با قرآن سر و کار دارید، بس شما تسلط آنچنانی نداره، شما را نمیتونه اذیت بکنه. شیاطین بر چه کسانی تسلط دارن؟ کسانی که سست باشند از نظر اعتقاد، از نظر عمل. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، همانا نیست برای شیطان غلبه و تسلط بر آنهایی که ایمان آوردن، کسانی که اعتقادشان قوی و راسخ باشد و کسانی که توکلشان به الله بالا باشد و علی ربهم یتوکلون، و بر ربشان توکل دارند. انما سلطانه علی الذین یتولونه، جزی نیست که تسلط او بر کسانی است که با او دوستی میکنند. والذین هم به مشرکون، آنهایی که به الله شریک میگیرند با اونها بیشتر دوستی، بر اونها تسلط داره، بر اونها غلبه میکنه. این نکته را دقت کنید، من این را کاملتر میکنم با اون چی که در احادیث آمده. در احادیث آمده که شیاطین جاهای آباد قرار نمیگیرند، جایی که شلوغ هست، جایی که مردم هست، جایی که رفت و آمد هست. شیاطین در چنین جاهای، جنات منظور، در چنین جاهای نیستند، بیشتر در خرابه ها هستند، در آشغال ها هستند. اینه که میدونیم همه وقتی که چنین جاهای مردم میروند، قبرستان ها، جاهای وحشت، جاهای عرض کنم کور، جاهای تاریک، جایی که خرابه هست، جایی که اونجا آشغال هست، اونجا جنات زیادند. اما تو آبادی ها کم هستند. پس همونطور که از نظر ظاهری بیشتر شیاطین جا خوش میکنن در جاهایی که نجاست هست، گند هست، نظافت اونجا نیست. همچنین در بدن انسان، تو هر بدنی نمیاد، اون بدنی که مریض باشه میاد، در بدنی که مریض باشه، هم مریضی جسمانی هم مریضی روحانی. بیشتر شیاطین و جنات اذیت میکنن کسانی را که مریضی جسمی هم دارند. شما این را دقت بکنید. مثلا خیلی از آدم ها هستند که ناراحتی معده دارند و از این ناراحتی معده ناراحتی اعصاب هم دارند. این قشر را زیاد اذیت میکنه جنات. کسی که از نظر
جسمی سالم باشه اذیتش نمیکنه. به همین خاطر پیش ملا وقتی میره ملا میگه ببین دکتر نبری که کار ملایی نیست. شاید بعضی ملاها هم نمیدونه همون جنات بهشون تلقین میکنه، چون اون جن وقت اذیت میشه این شخص بره درمان بکنه، علاج بکنه. لذا اولا سعی بشه که کسی که مریض هست از نظر جسمی درمان بشه تا که جن در بدنش نتواند بماند. عرض کردیم در بدن وقتی که همون عفونت باشد، همون که گفتیم در جاهای خرابه و جاهای کثیف و جا خوش میکنن، در بدن هم هر جا که بدن خرابه باشد و کثیف باشد و عفونت باشد و زخم باشد و این مشکلات باشه، جن اون بدن را بیشتر میپسندد. تسلط بر این بدن برایش راحت تره. همچنین هر بدنی که در او از نظر معنوی هم مریضی باشد، از نظر ظاهری و مادی هم مریضی باشد، از نظر معنوی مثلا خرافات باشد، شرک باشد، تردد باشد. هی کسی که موحد نباشد و مبتدع باشد اون همیشه در تردد است، در تذبذب است. این نوع افراد را که از نظر روحی هم مریضی دارند، اینها را بیشتر مسلط میشن جنات، بیشتر اذیت میکنند. پس معلوم میشه که تسلط شیاطین بر کسانی هست که با اونها سر و کار دارند، شرک میکنند، بدعت، خرافات. شما ببینید داستانهای عجیبی که در جنات میشنوید در همین قشر هستند، همینه که از نظر عقیده سستند، از نظر عمل سستند، با همین خرافات سر و کار دارند، شب و روز با همین نوع اوراد و اذکاری که بیشتر در اونها استمداد از جنات است، استمداد از شیاطین است، استمداد از غیر الله است، بیشتر تو اونها هستن. در میان انسانهای راسخ العقیده که یقینشون، توکلشون به ذات پروردگار بالاست و در آیت الکرسی میخوانند، معوذتین میخوانند، در پناه خدا قرار میگیرند، اینا را نمیتونه اذیت کنه، با اینها کار نداره. به همین خاطر همیشه وقتی که میبینید شما را، خانواده شما را یک جایی را اذیت میکنه، چیکار کنید؟ اونجا قرآن زیاد بخوانید، با صدای بلند بخوانید. بنده که میگم هر خانه ای که احساس میکنه هر شب سوره ملک را بلند بخوان، بقیه سوره هایی که در اونها توحید هست شما بلند بخوان، اینا فرار میکنند، اینا میگریزند. یه مریضی بود، این را برده بودن پیش یک عالمی در یکی از بلاد عربی برده بودن. حالا اون عالم را من نمیشناسم، ولی اون مریض همین جا آمده بود، برای درس آمده بود. اون چنان طلسم و جادویی داشت که خیلی اذیت بود. همین جا هم پیش خیلی افراد رفت، ولی معلوم میشد که خیلی اینو اذیت میکنند و خیلی در وجود این شیاطین جای گرفت. اون عالم بهش گفته بود، این مریض زیاد بلد هم نبود خواندن را، او عالم بهش گفته بود که حالا کجا طلبه گیر میاد که روز 4 ساعت برایت قرآن بخوانه؟ گفته بود روز 4 ساعت نوار قرآن گوش کن، روز 4 ساعت. خب هر یکی یک چیزی را تجویز میکنه. ازا این میگفت من هر وقتی که گوش میکنم اذیتم نمیکنه، چون که اینا از قرآن فرار میکنند. شیاطین از خواندن قرآن خیلی اذیت میشند، فرار میگه من هر روزی که وقت بذارم، حوصله بکنم، چون این مریضیش خیلی سخت بود، هر وقتی که من گوش میکنم اذیتم اون روز راحتم، اما هر روزی که گوش نمیکنم من اذیت میکنه. لذا معلوم میشه که از خواندن قرآن اذیت میشه، و وقتی که شما بخواید قرآن بخوانید، اون وقت
میاد و چیکار میکنه؟ دخالت میکنه، هی تلاوت شما را میخواد مشکل ایجاد بکنه. لذا الله میفرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هرگاه قرآن را خواندی پناه ببر به الله از شیطان مطرود و رانده شده. چرا؟ انه لیس له سلطان، همانا شان این است که برای او هیچ نوع غلبه و تسلطی نیست، علی الذین آمنوا، بر آنهایی که ایمان دارند، ایمان میآورند و قرآن میخوانند، و علی ربهم یتوکلون، بر ربشان توکل دارند. عرض کردم معلوم میشه که کسانی که اعتقادشون درسته، یکی از مسائل اعتقادی بالخصوص بخش توحیدش توکل بر الله است. کسانی که متوکل باشن، موحد واقعی باشن، اینا رو نمیتونه اذیت کنند. انما سلطانه علی الذین یتولونه، جز این نیست که تسلط این شیاطین بر کسانی است که با اونها دوست میشن، همین افراد را بیشتر اذیت میکنن. بسیاری از افراد هستند که اصلا سر و کارشون با جنات است. شاگردان حضرت مفتی رشید احمد رحمت الله علیه میگویند که مفتی صاحب توصیه میکرد، من جمله مفتی محمد قاسم حفظه الله میگه مفتی صاحب توصیه میکرد، میگفت که با این قشر زیاد سر و کار داشته نباشید. گرچه ما به لطف الله وقتی که آیات را بخوانیم جنات میگریزند، فرار میکنند، نمیتونن تا بیارند. تجربه کردیم. من خودم تو این خط نیستم، ولی مریضی را از نزدیکان بود آوردن، خیلی اذیت بود. آخر من گفتم من میخوانم قرآن، میخوانم میسوزی. گفت که من اصلا نمیرم از اینجا. من شروع کردم سوره ملک را با صدای بلند و با صوت خواندم، اینقدر گریه کرد، داد و فریاد که بس کو میرم. یعنی اینا آتش میگیرن، در میگیرن وقتی که قرآن بخوانید. لذا اینها وقتی که قرآن خوانده بشه اذیت میشن. ها این را داشتن عرض میکردم که ولی بعداً کسانی که اینها را اذیت بکنند اونها هم اذیت میکنند. مفتی صاحب گفته بود که با اینها وقتتون را ضایع نکنید، بالخصوص کسانی که میتونن کار دین بکنن، کار خدمت بکنن. اگر با این قشر خودشون را درگیر بکنن یه جبهه‌ای باز میشه، همش درگیرن دیگه، خدمت دیگری نمیتونن بکنن. خیلی از دوستان را ما داریم که از نظر علمی شایستگی دارن، از نظر کار دین و تبلیغی شایستگی دارن، ولی وقتی که تو این خط رفتند حالا گرفتار شدند، شب و روز درگیر و مبارزه با این. انسان مثل این هست که با یک گروهی که اصلا بهش نباید توجه کرد خودت را درگیر میکنی، الان از خیلی کارهای خیر دیگه وا میمانی. حالا ما میشناسیم افرادی را که بیشتر در این خط هستند، اونام شیطنت دارند، اونام تمرد دارند، اونام نفس سرکش دارند، اونا بعدا اذیت میکنند. کسانی که در این مسیر و در این خط قرار گرفتند، حالا اگر خودش را نتونه اذیت کنند، تمام افراد خانوادهش را، تمام افراد